پادشاه وزیرش را پرسید: چرا خدمتگاران از من خوشحالتر هستند، در حالی که آنها چیزی ندارند و من باشم تمام چیز را دارم و اما خوشحال نیستم؟ وزیر گفت: یکی از خدمتگارانت را با قاعده 99 بسنج. پادشاه گفت: این چگونه قاعده هست؟ وزیر گفت: در داخل یگان ظرف 99 دینار بگذار و در بالای ظرف 100 دینار نوشته کرده آن را شب در نزد دری خانه خدمتگار بگذار و بنگر که چی چیز رخ می‌دهد. پادشاه این گفته وزیرش را اجرا نمود. چون شب شد ظرف دینار را برده در نزد دری خانه خدمتگار گذاشته در را کوفت و برفت. در این حالت خدمتگار در را باز کرد و بغیر از ظرف چیزی را ندید. بیچاره خدمتگار نوشتجات بالای ظرف را خوانده بسیار خوشحال شد. با خود گفت: این کی باشد که 100 دینار گذاشته رفته است؟ زود از پی شماریدن دینارها بشد. دید که 99 دینار است. 1 دینار کم است. خود بسیار کافت و کاو کرد و 1 دینار را پیدا نکرد. بعد از مدت زن و فرزندش را هم فریاد نمود. متاسفانه کافت و کاوشان نتیجه نداد. خدمتگار به نهایت غمگین شد و خنده از دهانش دور شد. چون سحر شد با یک حالت خستگی و غمگین به خدمت پادشاه رفت. پادشاه چون حالت خدمتگارش را دید زود معنای قاعده 99 را درک نمود. در واقع چنین است. گاه می شود که 99 نعمتی که خداوند برایمان بخشیده است فراموش میکنیم و حیاتمان را از پی جستجوی 1 نعمت میگذرانیم. بجای شکر 99 نعمت نمودن از نبودن 1 نعمت ناشکری میکنیم. آن نعمتی که خداوند برایمان تقدیر نکرده است و حکمت نصیبمان نکردن این نعمت را تنها خداوند میداند. خداوند میفرماید: اگر شکرگزاری بکنید من نعمتهایم را برایتان زیاده میگردانم.